مروری بر سرتیتر خبرها: ایران نباید ظرفیت هسته‌ای خود را بالا ببرد. متمرکز بر وقایع خیابان‌های ایران هستیم. دشمن ذهن جوانان ایران را هدف قرار داده است. سردار سلامی: با جوانان فریب خورده بر دشمن شمشیر می‌کشیم. و شهادت 9 فلسطینی در 72 ساعت گذشته. چرایی افزایش حملات صهیونیست‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. ایران نباید ظرفیت هسته‌ای خود را بالا ببرد. متمرکز بر وقایع خیابان‌های ایران هستیم. وزیر امور خارجه آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت: به ایران گفته ایم که نباید اقدامات اضافی برای بالا بردن ظرفیت هسته‌ایشان انجام دهند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگویی با شبکه CNN که متن آن در وبگاه وزارت امور خارجه این کشور منتشر شده، در پاسخ به این سوال که چه واکنشی به افزایش ظرفیت غنیسازی اورانیوم در برنامه هسته‌ای ایران دارد گفت: ما همچنان بر این باوریم که بهترین راه رسیدگی به برنامه هسته‌ای ایران دیپلماسی است. همانطور که می‌دانید ما یک توافق به نام برجام داشتیم که برنامه هسته‌ای ایران را محدود می‌کرد. متاسفانه تصمیم گرفته شد که از این توافق خارج شویم و در واقع آنچه بعد از آن شاهدش بوده ایم از سرگیری برنامه هسته‌ای ایران بوده است. به گزارش ایسنا، بلینکن در اظهاراتی مداخله جویانه گفت: نه تنها ما بلکه دیگر شرکای اروپایی من هم با صراحت به ایران گفته ایم که نباید اقدامات اضافی برای بالا بردن ظرفیت هسته‌ایشان انجام دهند، از جمله از طریق غنیسازی اورانیوم در سطوح بالاتر. اگر این مسیر را ادامه دهند برای پاسخ به آن آماده خواهیم بود. بلینکن در این گفتگو در ادامه مواضع مداخله جویانه اش با تاکید بر اینکه جهان به درستی بر وقایع خیابان‌های ایران متمرکز است، به اقدامات دولت آمریکا در حمایت از ناآرامی‌ها در ایران اشاره کرد. دشمن ذهن جوانان ایران را هدف قرار داده است. جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی گفت: امروز خاکریزهای جنگ ترکیبی اذهان و افکار جوانان ماست که دشمن در بستر فضای مجازی آن را هدف قرار داده است. بیش از 2 ماه از اعتراضات سراسری در کشور گذشته و هر روز هم ابعاد تازه‌ای به خودش می‌گیرد. در این میان برخی بر این باورند که دشمن با ایجاد جنگ ترکیبی تلاش دارد تا بر روی ذهن جوانان ایران کار کند. به گزارش ایلنا، سردار سید مهدی فرحی، جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی، در گردهمایی بسیجیان وزارت دفاع صحبت‌های مهمی انجام داد. وی گفت: بسیجی حقیقی تابع ولایت و امام زمانش است و این مسیر نورانی را تا خط سرخ شهادت ادامه می‌دهد. همانگونه که یاران امام حسین علیه السلام تا آخرین نفس از جبهه حق در برابر جبهه نفاق دفاع کردند. انسان در سایه تقوا تحت حمایت و نصرت الهی قرار می‌گیرد و کسی را که پروردگار پشتیبانی کند قطعاً پیروزی با او همراه است. وی افزود: انسان مؤمن در فضای غبارآلود دو قطبی و مواجهه با فتنه‌ها به مدد الهی می‌تواند حق را از باطل تشخیص دهد و مسیر صحیح را انتخاب کند. تفکر بسیجی به واقع ریشه در نهضت عاشورا دارد و این فرهنگ عاشوراست که به ما یاد می‌دهد که تابع محض ولایت باشیم و در این مسیر از همه تعلقات خود بگذریم. بسیجی واقعی امروز باید ولی زمانش را بشناسد و در وسط میدان و در کنار امام خود باشد و با یزیدیان زمان مقابله کند. امروز خاکریزهای جنگ ترکیبی اذهان و افکار جوانان ماست که دشمن در بستر فضای مجازی آن را هدف قرار داده و به دنبال تصرف آن است. باید خود را متناسب با نبرد در این میدان مجهز و آماده کنیم و اجازه ندهیم افکار جوانانمان تحت تأثیر تیرهای سم‌آلود دشمنان در فضای مجازی قرار بگیرد. امروز جبهه استکباری تحت آموزه‌های پست مدرنیسم جنگ فوق مدرن را در تمامی ابعاد علیه ما آغاز کرده. بهره‌گیری از مکتب شهادت و تبعیت از مؤلفه‌های نهضت عاشورا می‌تواند ما را در نبرد با گزاره‌های مکتب استکباری پست مدرنیسم به پیروزی برساند. وی در ادامه گفت: بسیجی باید پرتحرک، پرکار در راه حق باشد و از گام نهادن در دستیابی به اهداف بزرگ واهمه نداشته باشد، چرا که ایستادگی و اخلاص و در یک کلام بسیجی بودن رمز موفقیت شهدای بزرگی چون فخری زاده ها، احمدی روشنها و علی محمدی ها بوده است. سردار سلامی: با جوانان فریب خورده بر دشمن شمشیر می‌کشیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه اجازه نمی‌دهیم کسی آرامش مردم عزیز ما را به هم بزند گفت: مشاهده می‌کنیم که آنها که نمی‌توانند پیشرفت ایران اسلامی را در دنیا ببینند، بذر فتنه را در قلوب جوانان می‌افکنند. سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی در نخستین جشن جهاد آبره‌سانی به 110 روستای استان فارس و آیین بهره برداری از 656 پروژه عمرانی و محرومیت زدایی سپاه فجر فارس با اشاره با بشارت به فارس پهناور، سرزمین معرفت، حکمت، ادب و فلسفه و دیار شهیدان گفت: 1 ماه پیش مردم شیراز با روحی از معرفت و ایمان شهدای حمله تروریستی به حرم مطهر شاه چراغ را تشییع کردند و اینقدر این حضور پرشور بود که مقام معظم رهبری در دیدار با بسیجیان از این حضور یاد کردند. وی با یادآوری اینکه آبره‌سانی کاری ابوالفضلی است تصریح کرد: سقایت و آبره‌سانی کاری خدایی است و آنقدر عظمت دارد که در این راه سقای سپاه امام حسین برای این کار چنین جانفشانی می‌کند. فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: امروز در یک اقدام کاملا هماهنگ مسئولین کشوری و استانی توانستند به بخشی از وعده خود به مردم وفا کنند. سردار سلامی با اشاره به اینکه فقر و فحشا وعده شیطان است تاکید کرد: امروز معنای این جمله را در سراسر دنیا می‌بینیم. وی با اشاره به دشمنی همیشگی دشمنان و سردمداران استکبار تصریح کرد: مشاهده می‌کنیم که آنها که نمی‌توانند پیشرفت ایران اسلامی را در دنیا ببینند، بذر فتنه را در قلوب جوانان می‌افکنند و حتی امروز در شکست تیم فوتبال ایران به نیابت از این دشمنان در کشور جشن می‌گیرند، گرچه برای ما اهمیتی ندارد. تمام شکوه و عظمت یک کشور بر امنیت استوار است و دشمن همین را نشانه گرفته و نمی‌خواهد آسایش و آرامش برای این مردم باشد و از رفاه مردم ناخشنود است. سردار سلامی با تاکید بر اینکه ریشه ناخشنودی دشمن این است که نمی‌تواند پیشرفت ایران اسلامی را ببیند گفت: ما معتقدیم امنیت باید همراه با پیشرفت، آسایش و آرامش باشد و در این راه تلاش می‌کنیم. او با بیان اینکه پروژه‌های امروز هم فرهنگی، هم عمرانی، هم مذهبی و هم ورزشی است تاکید کرد: فضیلت باید در تمام جلوه‌های زندگی ما جلوه‌گر باشد. وی از مسئولین استان فارس خواست تا فارس و شیراز که شهری شناخته شده در جهان به فرهنگ، هنر، تمدن، معرفت، فلسفه و علم است را به پرچمداری تبدیل کنند. سردار سلامی با تاکید بر اینکه تا پای جان پای مردم و این نظام و مملکت میمانیم گفت: با جوانان فریب خورده و دست در دست هم بر روی دشمن ایران اسلامی و همراه با مردم عزیز شمشیر خواهیم کشید. بچه‌های بسیج و سپاه از خود این مردم هستند. ما منت مردم را می‌کشیم و اجازه نمی‌دهیم کسی آرامش این مردم را به هم بزند. آرزو می‌کنیم هرچه درد و بلای این مردم است به ما بخورد. و شهادت 9 فلسطینی در 72 ساعت گذشته، چرایی افزایش حملات صهیونیست‌ها. منابع فلسطینی گزارش دادند در جریان حملات نظامیان صهیونیست در 72 ساعت اخیر 9 فلسطینی به شهادت رسیدند. در 3 روز اخیر ارتش رژیم صهیونیستی در جریان یورش به مناطق مختلف کرانه باختری و منطقه نقب در جنوب اراضی اشغالی این فلسطینی‌ها را به شهادت رسانده. در 72 ساعت اخیر نظامیان صهیونیست بیش از 100 فلسطینی را به ضرب گلوله زخمی کردند. در همین رابطه سمار حمد، کارشناس فلسطینی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی جنگی واقعی را علیه ملت فلسطین آغاز کرده و دست نظامیانش را برای قتل عام شهروندان فلسطینی بازگذاشته. وی هدف از دوره جدید اقدامات رژیم صهیونیستی در سرکوب شدید فلسطینی‌ها را مهار خیزش عمومی و رو به گسترش آنها علیه اشغالگران توصیف کرد. متشکرم که تا انتهای فردا نیوز ما را همراهی کردید. خداوند یارتان.